نمکی بسم الله الرحمن الرحیم هم چیزی ترشقی به حد میگه نه نه هم میگیم میباد نمکی تازه خشم نمک اینه بسم الله الرحمن الرحیم. این آمدیم در این نمک دیدیم بچه در این نمک این نمک همین سالهای قدیم همین قدیم الایان همین خلق ما مردم ما که نه خرن نمیدونم همین وقتش ما همینجا فقط نمک دمی اومدیم خرام وقتی می اومدیم نمک میگرفتیم میرفتیم شاید در برنامه پیشترمون گفتیم که نمک هم بنوار میگیریم این آچی مالا خیلی راست میگه میگیریم چشمات آنها خلاصه گفت که میریم در این نمک هم هست نمک میکنیم بنوار میگیریم اینجا ملخ رو میگیریم او بچه ملخ او بچه شفت او کاغ بیوی ملخ نمیوی ملخ بیوی کاغ نمیوی همین خیلی خیلی اینجا در این نمک بچه ها یک جاش نینوک میکردیم که جو بود هی پویانترک ده یک جاش سوی گودک بودیم نمک دمی اومدیم پویانتر ده اینجا بریم نصیب با هموزدم این نمک خودش همین طبیعتا یاد داره این فایده داره این آدمی زاده همین آدمای ده سالهای پیش این نمک ها میخوردن که هم عمری دراز میدیدن هم سلامتشان سالم بود ایردی نمک هایی که این که ایردی سری چشمه رو میشینی سری چشمی نمک با آلوچی کبوتر میگن آلوچی این زردالوی کبوتر تر میکنم نمک دو این نمک تر کرده خوردن بوجیش نه بسم الله خدا بسم الله الرحمن الرحیم در اون نمک تر میگیم بچه ها همین ترشک و شورک من فورده کن بچه ما می آمدیم این خیلی نمک میچینیم اینجا نه هم میگیم میباد نمکی تازه خشم نمک نمک هایی همین این نمک ها در حقیقت شورن شوره هست که زون تو میزنن این نمک های چی صدقش هم جانور نگه این بچه ها همین سرشوی در این نمک نمیگه این نمیگه این سه دیگه این در یک جای میشاب میره پویان هموز انا برادرای عزیز در این نمک در حقیقت همین نمکی بسم الله الرحمن الرحیم هم چیزی ترشقی به حد میگه نه نوار مخصوص برای هم برادرایی که دم دهی ما تولد چیدن کلان شدن اینجا نمک بمونه شیندن این نمک فایده آوره و فکر میکنم که مردمی که در دهه کلان شده همه تاجیکستان مونده بسیار جاده نمک است بسیار جاده نمک است در هم یک دهه ما دو جاده داریم اینجا داریم و ایدر اون طرف در این نمک داریم کو بوجه سه جاده یک هم دهه سنتو سه جاده نمک است مردمی که در غریب هستیم در مسکو و در امریکا و در دیگر شهرها هستین مخصوص برای شما این برنامه کم وطن یاد کنین اولوچای ترشکی وطن یاد کنین اولوچه زردالو را پمیدور وقتی میوردیم همینجا هر میگیدیم میخوریم با نمک میچینیم میرفتیم بله های پویانده با جای نینوک داشتیم میریم اون نینوک بنوار میگیریم رفتن میگیریم بچه خب اینا اینجا او اینجا کمیایی من این اساس چشمش نمیگه چشمه اینجا بلوک اوش میبروید اینجا هم چشمه ها چشمه نمک بچه آخرش دیگه بالاش دیگه هیچ نیستیم بچه هیچ آخرش با اینجا هم چشمه آخرش
اینجا تمام دیگه اون بالا هیچ نیست. اونجا میبرویم. چشمی او دایی او قسمی چکنی چکر دایی چکر بدهی چشمه اینم پول نیدیم. بازی دیگه کی میره وقت ما اینجا می اومدیم این وقتا دا همین بارون که نمیبارید میدونستیم که نمک فیده میپریده می اومدیم و نمک میچیندیم. حاضر من اینجا پیسته میانم ما نچینم. وقتا پیسته دارم حاضر میچینم مردم خون. با نمک هم که گراوس میشه. یا شرشش میگم. میره باخی. میگیری میخیزی. کارچه چه داشتیم کارچه خطی میکنیم. این همین نمک به قدرت خدا یه خیلی شورای باور میکنی. این همین نمک. بعد هم میزنم. این شوری رو بی. این نمک خودش. اصلا همین ایدیلی که میبروید تبابتی های. تو هم تاهر رفته. تو هم پایان وقتا زنم توا دا. اون توار کسی چین دونات روشیده گه. کسی چین دونات نه او. جلو چشم رو میگم نه جلو. راست رفته سیدی چشم. رنگ باز خدا دیو. توار چین نمیشه سونه. میگویم گیرم با این. تاشو سگ تازه میکنی به سر کورچاتو. سید کده من نمیگم. سید کده خورجین دوبار میکنی رفتن میگی. نماشو. اینه بچه‌ها نوک کورچا رو دیدین نوک کورچا اینجا رو همش چیندگی ان چینده گرفتگی ان. نمک خیلی نکنه برفا. نمک. اینجا می اومدن میگرفتن همش چیندگی ان. دیدی نمک. برفی تویستم. اون برف در زمستان میه این برف همون که گرم شد همون که بسیار شدن میگیرن. رفته گه تو هم پایین رفته. خلاصه بفکریم که اون همه یا نمک دام دستیانه این همه خرکی ها. دیده این همه خرکی یا نمک دام دستیانه یا ارنداشون رفته است. دیده؟ ای بچه در این نمک اینجا جای نینوک مونه. شاینوک هم میگفتیم نینوک هم میگفتیم. اینا دیده بچه ها جای بازی مون رفتیم من. ای بچه ها دورای کودکی همینجا شاینوک بود که اینجا نمک دمی اومدیم. خلاصه کودکی ما بسیار درجه گذشته با شلوخ ما قریب او دور نیست. زور باشه 1 کیلومتره. همین زور باشه خیلی 1 کیلومتر نمون هم درخت پشت پای شلوخ ما. همین زور باشه 1 کیلومتر 1 کیلومتر. ها زنده و سربلند باشه برادرها. خدا نگهبانتون. پرویزم توکلت به خدا دادرم از او رحمت برای راه بلدی زنده و سربلند باش. خیر پناه خدا. ما در راستی با همین خیلی کوه و دشت و تپه و ایلاق ای خردسالی که کلان شدیم ما در هم محقولای هم عجایبه نفرانده که محقولای مقصد لایک بونن کامنتر کن. البته با جای تاریخی و جای هم خیلی جایی که در کودکی ما بودیم اما با بنوار گرفته پرفتن میگیم. خدا نگهبان.